خالد علی پناه بفرمایید. خیلی ممنون. با سلام به همه دوستان. توی این شهر ما توی تبوری یه دفعه عبد مرتضی اومد وجود اینجا. من شخصا یه سوال کردم، گفتم نظرتون در رابطه با جنگ کمال حزب دموکرات چی بود؟ گفت این جنگ رو مسیح حکومت به ما تعمیر کرد. اگه در اون مورد من میدونم جلسات بالاخره اون موقع تو کمیته مرکزی بود، این چقدر واقعی داره و آیا نظر شما در اون موقع در جنگ حزب دموکرات کمال چی بود و موضع عبد مرتضی چی بود؟ خیلی ممنون. خیلی متشکرم خالد جان. جنگ کمال دموکرات حزب دموکرات شروع کرد. در اورمان رفقای ما رو کشتن، عزیزترین کسای ما رو، صورتشون رو چشمان نمیره کنار. بعد در مقر کمله در رهبری فتوها موقع من کردستان بودم، همه نشستن که چیکار باید کرد. حزب دموکرات ضربه‌ای داره، اگر ما اینو ندیده بگیریم، اگر این حرکت نظامی حزب دموکرات پاسخ نظامی از ما نگیره، حزب دموکرات حاکمیتش رو به این معنی که اجازه نداره آدما تبلیغات کمونیستی بکنن تو مناطق آزاد کردستان تصویب کرده، چیزی که کمله بهش کردن نمیذاشت. در سیاست برای این شد که باید جواب نظامی بگیره. این تا اینجا موضوع عبدالله معتدی شد. فکر کنم همه، من یاد ندارم کسی رو که در جلسه‌ای که در اون کوتاپه گرفتیم مخالف این بوده باشه که باید حزب دموکرات جواب نظامی بگیره. مطمئن که چه جوابی باید بگیره برها مورد بحث‌های وسیع‌تری شد و بحث در مورد که این جنگ کجا میخواد بره، چی میخواد بشه. بعد ما یه نوشته‌ای دارم من در مورد ماهیت جنگ که بعداً تبدیل شد به سیاست رسمی کمره در مقابل سیاست جنگ تا پیروزی که عملاً حاکم بود. این دوستان بر کمیته مرکزی کمره به طور ناخودآگاه که جنگ باید به شکست نیروهای نظامی حزب دموکرات منجر بشه، که من در اون نوشته گفتم یه همچین غیر جنگ باید به فرعی شدن تقابل نظامی ما منجر بشه، جوری که بتونیم کارون بکنیم. من طرفدار فرعی کردن جنگ، وقتی که پیروزی کافی رو دست آوردیم بحث جنگ تا پیروزی رو نقد کردم، چپ‌روی نظامی رو نقد کردم. این سند هستش، هم رو به نظرم چاپش بکنم، میذارمش تو سایت روزانه ببینید که بعدا رفیق ابراهیم علیزاده اومد اون سیاست‌ها رو به عنوان سیاست‌های کمله گفت. قطعنامه‌های کمله و بحث جلسه‌ای که داشتن و من بعدا شنیدم کاملا خط نظامی‌گرایانه و چپ‌روانه و تا آخر باید جنگ کرد داشت. درسته که بحث من این بود که اصلا این کار نباید کرد. این وقتی این تناسبات تضمین شد که حزب دموکرات نمیتونه جلوی فعالیت ما رو بگیره، ما باید جنگ فردی تلقی کنیم، یه نیروی معینی بهش اختصاص بدیم که حزب دموکرات رو کنترل کنه، کارمون رو بکنیم که به پیروزی دو فاکتور تعریفش کردیم. مقاله‌اش هست، همه قبول کردن، همه به به گفتن و اون شد خط رسمی. اگه عبدالله معتدی گفته باشه جنگ کمال دموکرات و منصور حکمت متفنی که به نظر من با تو خیلی چیزا شک کرد. من هنوزم سختم باور کنم این آدم بتونه، کسی بتونه اینو بگه. کمیته مرکزی کمره تصمیم گرفت و جنگی بود که کمره سربلند بود توش. در مقطع کنگره ششم، وقتی که قبل از کنگره ششم که به خاطر بمباران اردوگاه باعث شد ما متفرق بشیم و نتونیم کنگره در مقطع در اردوگاه بگیریم، جلسات کمیته مرکزی کمره بود که من برای کنگره رفته بودم، اونجا بود که من پیشنهاد آتش بس یه جانبه به حزب دموکراسی کردم به خاطر اینکه انشعابی که صورت گرفته بود. عبدالله معتدی، جواد مشید و صلاح مازوجی به پیشنهاد آتش بس یه جانبه یعنی ممتنع دادن. ابراهیم علیزاده خوشبختانه استقبال کرد. من این نوشته رو نوشتم، سند اعلام آتش بس یه جانبه و ایده اعلام آتش بس یه جانبه منه و این آتش رو اعلام کردیم. سیاست که دوستان دیگه این بود، سیاست عبدالله معتدی این بود که این آتش بس زود رسه، ما باید به دموکرات به یه توافق استراتژیک‌تر، یه همزیستی استراتژیک‌تر با خودمون بکشونیم. این آتش بس دادن امتیاز ساده است که من گفتم این توهمی که عبدالله معتدی همیشه داشت، تقسیم استراتژیک کردستان بین دو حزب جنبش که الان رفت دنبالش. بحث آتش بس جنبه بحث من بود، بحث فرعی کردن جنگ بحث من بود، تحریک علیه آدمی که مال کردستان نیست الان دیگه حرفه ایناست، ولی واقعا ما بودیم که گفتیم اینا می‌خواستن به بخش انشعابی حزب دموکرات آتش بس بدن. بحث من بود که چه فرقی میکنه، چرا بخش انشعابیش آتش بس میدید و به جناب قاسمی آتش بس نمیدید؟ این آتش بس رو باید به همه بداد، به جای اینکه به سر رهبری انقلابی دوستی بکنیم و با جناب قاسمی جنگ. الان موقعیتی که میتونیم انشعابشون و تفرقهشون و شاهد و ضعفشون بگیریم، اعلام کنیم پیروز شدیم و جنگ فرعی اعلام کنیم و جنگ تموم شده اعلام کنیم و فقط بگیم از خودمون دفاع میکنیم. اسناد این هست. خوشبختانه شخصیت‌ها اون دوره همه زندن،
اکثرشون همشون اون جلسات که توی زیر زمین یا سلیمانی یا اساس شهود زیادی دارن، شهود بعضی که ممکن تو این اتاق باشن. اینا رو باید بگیم حقایق تاریخ کردستان سهل در اعتبار و حقانیت ما. اینو همشون میدونن و ما سند چاپ میکنیم میرن به معلم چغولی میکنن که آقا اینا دارن سند چاپ میکنن. ما سند چاپ میکنیم چون این اسناد حقانیت ما رو نشون میده.